ما رئیس جمهور آمریکا رو مجرم میدانیم، هم به خاطر تلفات، هم به خاطر خسارات، هم به خاطر تهمتی که به ملت ایران زد. ماهیت فتنه این فتنه آمریکایی بود، واضح بود. آمریکایی ها برنامه‌ریزی کردن، فعالیت کردن. هدف آمریکا هم اینو من قاطع صریح با تجربه 40 و چند ساله در جمهوری اسلامی عرض میکنم، هدف آمریکا بلعیدن ایرانه. در گذشته وقتی فتنه ای از این قبیل که خب داشتیم، فتنه های متعددی داشتیم در کشور اتفاق می افتاد، غالبا مطبوعاتی های آمریکا، سیاسیون درجه دوم آمریکا یا کشورهای اروپایی دخالت می کردند. این خصوصیت در این فتنه بود که شخص رئیس جمهور آمریکا، شخص خود او توی این فتنه دخالت کرد، حرف زد، اظهار نظر کرد، تهدید کرد، فتنه‌گران رو تشویق کرد، پیغام داد از آمریکا به این کسانی که حالا بعد خواهم گفت کی بودن که بری جلو، نترسید. گفت از شما حمایت میکنیم، حمایت نظامی میکنیم. یعنی خود رئیس جمهور آمریکا وارد فتنه شد، جزء فتنه است. آشکارا گفت، آشکارا حرف زد، آشکارا تشویق کرد. پشت سر هم مستنداتی داریم که کمک کردند، هم اونها هم رژیم صهیون کمک کردند که حالا اونم مختصرا عرض خواهم کرد. شد یک روز تاریخی مثل 22 بهمن. ما کشور رو به سوی جنگ نمیبریم، ما بنا نداریم کشور رو به طرف جنگ ببریم، اما مجرمان داخلی رو همراه نمی کنیم. بدتر از مجرمان داخلی مجرمان بین المللی هستند، اونا رو راه نمی کنیم. باید با شیوه های خودش، با روش درست این کار دنبال بشه، تعقیب بشه و به توفیق الهی ملت ایران همونطور که کمر فتنه رو شکست، کمر فتنه‌گر رو هم باید بشکنه. ما رئیس جمهور آمریکا رو مجرم میدانیم،